نه داعش آمده نیست نه وحشت، مگر ما مرده باشیم که در این شهر دوباره وحشت بیایه. بیرق‌های پلید خدا، بیرق‌های سیاه خدا پایین کنن، بیرق‌های شرم پایین کنن. ما خون دادیم تا این شهر آباد بشه، مردم ما آرام بشه. خون ما بریزه، نمیگذاریم در این شهر داعش بیای. این خوش خدمتی ها رو نکنن، شرم کنن. این هرات مهد علم بوده. ما در پیشگاه نورالدین عبدالرحمن جامی شرمیدم، ما از خواجه عبدالله انصاری شرمیدم، ما از بهزاد و گوهرشاد، از کاشفی، از این شرمیدم. من از شهدای کل تاریخ خود شرمیدم. من پیش بچه های مبارز بدخشان کم آمدم، من پیش بچه های مبارز قندهار و هرات کم آمدم. بس از ماجراجویی. پای برغر توسط خارزاده خود انفجار دادی، با تو چیز نگفتن. اسلام همیست؟ اسلام همیست که یک عروس تو لد بکنی در مسیر که مردم در طول تاریخ رفته دعا کرده به آغاز زندگی خود در کنار خواجه انصار دعا کرده، توسل کرده، تسکین پیدا کرده، آرامش پیدا کرده. ماجراجویی، سوته، تفنگ کار تو نیست. تفنگ کار اوناست که 2 میلیون شهید داده. پا از گلیم خود بیشتر دراز نکن، احساسات مردم جریحه دار نکن. این ملت میخواه به آبادانی فکر کنه، نه بر آبهای خود حاکم شده، بر بند کمال خان و بند سلما و معادن خود حاکم شده. توطئه بیگانه رو نیار سر ما رو دوباره سوق ندی به جنگ ها. من از ملت خود خواهش دارم، ملت، ما شما یک مردم مسلمانیم. از مردم ایران هم کده الحمدلله مسلمان تر، از مردم پاکستان هم کده، از مردم سعودی هم کده. با حفظ احترام به همینا بیاین سرشماری بکنن، بیاین سنجش بکنن، بیاین بسنجن. آرام باشین. ما خودمون راه اسلام رو پیدا کردیم، مسیر ما اسلامی است. کسی به علیه فرزند ما فتوا داده نمیتونه. به اساس قانون اساسی کشور فرزند ما مبارزه خسته و از این بیرق اسلامی که در بلندای از این لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته ما دفاع کردیم، ما به خاطر از این خون دادیم. یهود کیست؟ یهود کسی که داعش تولید کرده، یهودی که کسی است که داخل ما تفرقه میندازه، یهود کسی است که ما رو میخواد به طرف فقر و بدبختی ببره، یهود کسی است که نمیخواد ما بندای خود بسازیم، یهود کسی است که نمیخواد ما از خود برق داشته باشیم، یهود کسی است که میخواد ما سرمایه خود ببریم به کشورهای همسایه. بس است.